قاعده 15 چی است؟ دلایل عقلی وجود خالق هم بفهمیم. اینمی قسم که به وجود خالق متعال هر آیت قرآن که از فکرتان باشه، هر آیت قرآن دلیل است به وجود خالق متعال و هر مخلوق دلیل است به وجود خالق متعال. و آیات قرآن بسیار زیاد است که شما آیات قرآن بخوانین، الله متعال قدرت خود بیان میکنه و چیست که وجود خالق متعال آیات قرآن و احادیث ثابت میکنه. من فقط یک مثال براتون ذکر کردم به خاطر از اینکه کتاب گنجایش از این نداره که ما کل آیات جمع بکنیم. قاعده 15 چیست؟ که دلایل عقلی وجود الله را بفهمیم. اینال الله برای انسان یکی از نعمتهای بزرگی که بر انسان داده چی است؟ عقل است. و الله متعال در قرآن عظیم الشان برای ما و شما چندین جای گفته که چرا شما از عقلتان استفاده نمیکنین، چرا شما مثلا از تفکر نمیکنین، شما چرا تدبر نمیکنین. پس وقتی که انسان مسلمان از عقل خود، یعنی یک انسان مسلمان واقعی خوبه، الله چه قسم معرفی میکنه؟ میگه انسان مسلمان واقعی خوبی است الذين يذكرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، که الله را در حالت استاده و در حالت نشسته و در حالت خفته یاد میکنه. و چهارمی صفت اساسی چی است؟ و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اینا تفکر میکنن، تدبر میکنن در مخلوقات الله، از عقل خود استفاده میکنن. پس وقتی که انسان از عقل خود استفاده کنه، دلایل زیادی به وجود خالق متعال وجود داره. الله برای هر کسی عقل داده تا انسان از عقل خود استفاده کرده و به وجود خالق متعال ایمان داشته باشه. از این خاطر در مسئله عقیده علما میگن که در اینجا نباید انسان باید تقلید از کسی دیگه بکنه، خودش باید با دلایل عقلی باید به وجود خالق متعال قناعت داشته باشه. از این خاطر وقتی که شما برین یک انسان عادی هم که پرسان بکنین، مثلا وقتی از یک صحرانشین پرسان کردن مسلمان بود که تو خالق چه قسم مشناسی، او نگفت والا پدر من مسلمان بود، پدر کلان من مسلمان بود، بلکه او فورا دلیل گفت که ما وقتی که در صحرا مبرایم دیروز از این صحرا به خانه خود رفتم، صحرا متعادی خاک بود، هیچ چیز نبود. صبح که آمدم سعی کردم که پشقلهای شتر اونجا افتادگی هست، عقل ما بر ما گفت که از اینجا شتر تیر شده، دیروز سه چیز نبود، آلی از کجا شد؟ پس عقل ما بر ما میگه که این میجا شتری از این صحرا تیر شده. وقتی دیروز من از اینجا رفتم دیدم در ما حول خانه ما و در صحرایی که من زندگی میکنم چاپ قدمی وجود نداشت، ولی صبح وقتی که آمدم دیدم که چاپ های قدم است و قدم انسان است و بر ما عقل ما گفت که اینمی قدم ها از این منطقه یک انسان تیر شدن. پس گفت وقتی که البعرة تدل علی البعیر، یک پشقل دلالت میکنه به شتر، چاپ قدم دلالت میکنه به چی؟ به یک انسانی که از این صحرا تیر شدن. پس این آسمان ها و زمین به چی دلالت میکنه؟ دلالت میکنه که خالق اینها را خلق کرده. پس من ایمان دارم امو خالقی که اینمی کور خلق کردن، اینمی صحرا را خلق کردن، اینمی شتر مرا خلق کرده، اینمی حیوانات خلق کرده، مرا خلق کرده. از این خاطر یک دکتر است میگه، یک عالم میگه امریکایی بود، دکتر زندانی، یک عالم یمنی هست، بسیار عالم خوب است. اگر شما کتابای از یا کستای از رو پیدا بکنین بشنوین، بسیار عالم خوب است. در وقت جهاد ضد روسا افغانستان هم آمده بودن، جهاد هم در افغانستان کردن و حال الحمدلله زنده هست، در یمن است. این میگه یک وقتی که یک عالم امریکایی شیشته بودم، میگه من پرسانش کردم، میگه من برش گفتم امیتر کی خلق کرده؟ میگه او گفت که ما تصادف فهمت آمدیم دیگه، من همه تا عادی هستم، هیچ مخالقی ندارم. میگه من گفتم خب بوتای چطور است؟ بوتایت میدن داره یا نداره؟ میگه گفت ها بوتای میدن چاینا، این ساخت چین است. این کامپیوترت گفت کامپیوتر میدن ژاپن. میگه من گفتم سبحان الله، تو از بوتایت هم که ذلیل هستی که بوتایت یک کس ساخته و تو هم تو به تر هیچ کس نساخته. میگی هم تو ایران مان دیگه، جواب نداشت. پس هیچ چیز نیست. اینمی مایی که اگر شما سایل بکنین که چرا سر از یمی اسفنج مانده و چرا این ساختمان است، کلش بر انسان دلیل میده که این یک کسی ساخته. و وقتی که شما این کامپیوتر را سایل میکنین و پروگرام هایش سایل میکنین، عقل انسان 100% بر انسان میگه که اینمی چی هسته؟ ایره یک کسی ساخته. وقتی که ایره یک خالق با عظمت خلق کرده،
ببخشید این وقتی که یک انسان جور کرده، حالا وقتی که سر یک انسان میایم بدون شک وقتی که انسان سیل میکنه میفهمه که خالق با عظمت خلق کردن. از این خاطر شما ببین مثلا الله متعال از این خاطر ما و شما را وظیفه میده، میگه شما چی کنین؟ در وجود هر مخلوق باید چی کنین؟ تفکر و تدبر بکنین. خب حالا مثلا اگر این مخلوق الله هست، هر قسمت وجود مخلوق دلالت به چی است؟ به حکمت و علم خالق میکنه و به وجود خالق متعال. خب عقل انسان میگه که این چشم از چرا ده چقوری هست؟ والا اگه یک چشمش اینجا میبود یک چشم دیگه هم اینجا میبود، قرار هم اینجا ساد میبود، کل جای میدید، صحیح نه؟ اما این چشم در داخل از چقوری گذاشته شده است. چرا گذاشته شده در داخل جمجمه در اینجا؟ پس عقل ما میگه که والا اگر اینمی انسان اگر چشمش اینجا میبود اینجا میبود، کدام روز ایده میرا میرفت یک تکر میکرد درس، دیگر روز میامد که یک چراغش گل است. چرا؟ میگفت والا سر مخورد. حالا چندین دفعه سر انسان در دیوال میخورن لکن چشم چی است؟ محفوظ است. خب عالمه میگه خب این چشم در چقوری گذاشته شد. چرا؟ به اساس حکمت ذات عالم حکیمه که این مخلوق خدا دوست داره و میخواد که این مخلوقش باید چی باشه؟ چشمش آسیب پیدا نکنه. خب این خود شد در اینجا. چرا در داخل در دان انسان آب است بیمزه، در گوش است آب تلخ، اما در چشم آب شور است؟ پس هر کدام از این دارای یک حکمت است. اگر آب از این انتقال پیدا میکرد یا تصادف میبود، اگر آب گوش از این دانش میبود چی میکرد؟ سیب میخورد تلخ برش میامد، پس مزه سیب نمیفهمید. پس چرا در چشم آب شور است؟ به خاطر که آب شور میگن آنتی بیوتیک دارن، ضد میکروب است، میکروب از بین میبره، میکروب اجازه نمیده که مثلا در اونجا جای بگیره. پس خالق متعال یک چشمه 24 ساعته کامپیوتری که همت خودش دقیق 24 ساعت در چشم انسان چی تولید میکنه؟ آب شور تولید میکنه. مجرده که یک خسک عادی در چشم داخل میشه، یا آب دیگه چشم هم تو شر از جریان میکنه تا که اونمو چیز از چشم چی شوه؟ خارج شوه. این آب شور در بین چشم انسان با این مهارت، صحیح نه؟ مردم مثلا همین مسائل کامپیوتری و اتوماتیک گپا حال ما و شما پیدا کردیم، اما 2 قرن پیش 3 قرن پیش کلمه اتومات کس نمیشناخت. اما چشم از همون وقت می قسم اتومات کار میکنه و این می قسم است که خالق متعال برازی. کجا هست واتر پمپ ازی؟ کجا هست مثلا یابی که برازی چیز میشه؟ کجا هست مثلا؟ پس در داخل جسم یک انسان سعی کنین چندین فابریکه است. فابریکه آبسازی، فابریکه آب شور، فابریکه آب تلخ، فابریکه آب بیمزه در دان انسان. متوجه هستین؟ فابریکه گوشت سازی، فابریکه موی سازی، یعنی آنچه در عالم است در آدم است. چرا این ابروها ساخته شده؟ انسان مسلمان باید همیشه حکمتش بفهمه که همین ابرو چرا هست. میگه به خاطر از این وقتی که سر تو عرق میکنه، یک وقت سعی کنی که همون چیز آب بسیار کثیف از موهای تو چی میشه؟ با عرق گپا پایین میشه. اینجا الله مثل ناوا وارو ساخته که یک مقدارش که آمد این طرف میره، یک مقدار دیگه چی میشه؟ این طرف میره. پس آبای گنده که از سر میایه به اساس عرق و گرمی و گپا، این داخل چشم نمیشه. ابرو ببینید تصادف نیست، بلکه حتی ابرو به خاطر چی؟ هم به خاطر زیبایی چهره انسان که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان زیبا خلق شده، و هم به خاطر ازی که مثل یک ناوه بام باشه که این آب نگذاره در چشم انسان. اگه کلی یرقا در چشم بره، یک وقت سعی کنی که کور میشی، چشمت پر از عرق میشه و چشمایت از بین رفتن. باز اگر کدام قطره از آب میه، باز اینجا ناوگک های خرد به نام مژه الله متعال خلق کردن. پس این ناوگک های خرد چی میکنه؟ اگر کدام قطره تیر میشه چی میکنه؟ پایین میرانه، نمیگذاره که در داخل چشم بره، و باز داخل چشم آب شور است. اینه میقسم هر قسمت از وجود خدا اگر یک انسان فکر بکنه میفهمه که خالق حکیم علیم قوی هست، و او خالقی که باید با ما چقدر محبت داره و ما را چقدر دوست داشته و چقدر بر ما یک آناتومی و یک فیزیولوژی، آناتومی و فیزیولوژی وجود انسان آمد منظم
خلق کرده تا انسان بتانه 24 ساعت زندگی خوب داشته باشه. باز اونجا هست که الله متعال میگه و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. وقتی انسان تفکر میکنه در خلقت آسمان ها و زمین و تفکر میکنه در وجود خود انسان، باز میگه ربنا. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش یک عقیده قوی به وجود خالق متعال است که او چی است؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. پروردگارا هیچ چیز را باطل خلق نکردی. در خلقت هر کدام از این حکمت است. امروز شما مثلا اگر هندوستان برین، ما وقتی که هندوستان رفتم یک چیز عجیب غریبی را مثلا ما در هندوستان دیدم و این مشاهده میشه. مثلا شما وقتی که برین به هندوستان، خصوصا ما شما زیادتر مردم افغانستان یا هند میرن یا پاکستان میرن، در اونجا شما سوال کنین که امی هندوها برای هر عضو یک انسان یک قیمت گذاشتن. وقتی که میگه چشم ما میخوایم عملیات بکنه برای یک قیمت خاص را میده، میخوای چشم جدید، حتی بر زانوها قیمت گذاشته. مثلا ریش سفیدا بسیاری وقتا زانوهایشان چی میشه؟ کار نمیکنه. برش میگه که 3 لک 3 لک از این زانوی، 3 لک هم از این زانوی دیگه. پس 2 تا زانوی تو که همیشه از او استفاده میکنی و یک روز شکرش نکردی، یک روز نگفتی پروردگارا الحمدلله به 2 تا زانوی خوب که برام دادی. وقتی که پیر شدی، ضعیف شدی، زانوایت کار نکند، باز رفتی 6 لک روپیه 2 آینک زانو در پایایت ماندی، او هم اوتو لق لق کده، تمام روز چربش کردی، باز میفهمی که او الله سبحان الله. پس ایناله قیمت گذاشتن بر زانوها، قیمت گذاشتن مثلا به گرده، این گرده 30 لک، این گرده دیگه 30 لک، سبحان الله. برای یک بطریگک قلب قیمت گذاشتن، قیمتشان چند هزار دلار. برای هر قسمت به یک دانه چی میگن به اصطلاح ما و شما و دیگه چیز میگن. خب مثلا ما و شما وقتی که یک نفر قلبش کدام همون چیزش بند باشه اسپرنگ میگن، ما و شما اسپرنگ میگیم. در حقیقت یک چیزه که سمات بسیار خردترک این یک اونمو رو تیر میکنه. این میره سبحان الله. شما سوال کنین برای اون نفر میگه که من اینمی اسپرنگ، بفرمایید شما میشه اسپرنگ قلب تو رو میگه چی میکنم؟ میگه من این اسپرنگ قلب تو رو در 3 لک کلدار برات یک دونه اسپرنگ چی میکنم؟ وقتی که یکی انجیوگرافی است و یکی انجیوپلاستیک است، میگم من برای انجیوپلاستیک میکنم. خب وقتی که برش میگه چند؟ 3 لک. این نفر برش زور میکنه که اون دولالا او فلانی لالا پلیز هلپ می، لطفاً کتم کمک کن، لطفاً چیز کن. این یک سرک سوزن، این یک چیزه که امیر خیر از 2.5 لک بگی، او برش میگه نه 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 برو مرقایش اوسو میپرتن، برو بخیر ندارم که کرایم خلاص شده، کس قرض نمیتم. این حال فکر کو که تو به اندازه یک سر سوزن یا نوک سوزن یک چیزه که 3 لک میخری و بر از اون دو 16 دفعه عذر میکنی با او خالق متعال که قلب مکمل تو را که همه چیز از این تکمیل است بر تو داده، یک روز شکر از این کردی؟ پس این کلش دلایل است به وجود خالق متعال و عظمت خالق متعال و مهربانی خالق متعال است که الله متعال بر انسان این نعمت ها را داده. و این تعودوا، الله میگه و این تعودوا نعمت الله لا تحصوها. اگر شما کدام روز وسایل بیارین و کامپیوترتان بگذارین و کلکولیترتان بگذارین، ماشینای حساب بگذارین و خوب یک انسان ریاضیدان متخصص بیارین در پایتان بشانین و نعمتهای الله را حساب کنین، حساب کرده نمیکنین. اینقدر نعمتهای الله برای شما زیاد است. از چشمتان، از گوشتان، از دستتان، از زبانتان، از اکسیژن که اینجا وجود داره ای هستن، از هر چیزی که هست شما سوال کنین. بسیاری وقتا یک چیز که هیچ فکر انسان نشه، یک وقت دکتر برات میگه والا اینی قسمت وجودت مشکل داره، چی هست تو یک این تو تا که چیزی که همه که پیش برآمده دسک پیدا کردی، او صاحب کلان آدم میبینه که چی سپورتمن و تکواندو باز است، 4 پلاق افتاده، چی شد تو خود تو که در آسمان پرواز میکردی یا 6 تا نمیتونی. چند وقت پیش یکی از دوستای ما بود که حرکت‌های تکواندو رو میکرد، تا فیلمایش برآمده بود. روز یک کمک که دسک پیدا کرده میریم صاحب که ما مفتمن گر ندانی غیرت جوانی هم وقتی که با دسک آمدی باز میدانی چی شده. یعنی خیلی دسک چه خاص میگه این یک است وام چطور از اونم والا صاحب که کامپیوتر دیدن و که فلانی دیدن، یک کمک پیش آمده، یک کمک پیش نمیتونه، نه صاحب نمیتونه 4 پلاق افتادیم.
پس سیل کنین که خالق متعال یک پرزگاه‌های کوچک کوچکی را در وجود انسان خلق کرده و هر کدام از این خاطر یک دکتر میگفت وقتی که چشم شما یک چیز میبینه، یک تصویر رنگی را میبینه، این یک تصویر رنگی را که چشم شما میبینه میگه 1,20,000 سلول در این کار میکنه. چی معنی 1,20,000 سلول کار میکنه؟ یعنی 1,20,000 مخلوق الله در چشم تو کار میکنه و الله این مخلوقات مزدور تو ساخته تو یک تصویر رنگی ببینی که سرخ است، سبز است، گلابی است، آبی است. پس چی باید بکنید؟ ابر و باد و ماه و خورشید و فلک ببین کلش نعمتای الله است. شاعر میگه ابر مزدور توست، ابر باد مزدور توست، ابر و باد و ماهتاب مزدور توست، خورشید مزدور توست. کل از اینا میگه ابر و باد و ماه و خورشید و فلک کل از اینا میگه چی هستن؟ در کار هستن، مزدوری میکنن تا تو نانی به کفاری. نمی کل از اینا کار میکنه، آفتاب کار میکنه، زمین کار میکنه، موجوداتی که در زمین است، مخلوقاتی که الله خلق کرده ای کار میکنه، کل از اینا کار میکنه. دیخان کار میکنه، مثلا کسی که نانبای کار میکنه، کل از اینا چه میشه؟ تا تو نانی به کفاری. هم یک توت نان که میخوری، دینم یک توت نان به هزارها هزار مخلوق الله بر تو کار میکنه تا تو نان به کفاری و به غفلت نخوری. بگی الحمدلله، حداقل که خوب بگو الحمدلله. شکر الله را باید بکنی. یک روز ما پیش یک دکتر رفتم، یک دندانم منتن شده بود. رفتم گفتم دکتر صاحب این دندان من منتن شده. گفت استاد مشکل نیست، بگیرین امی چی هست، ماشینک خدا گرفت دندان مرا کمک پاککاری کرد و بالاخره یک به اندازه یک بیخک سنجاق در بین دندان ما چی گذاشت، یک موادی که سفید بود مورد اونجا ماند و خلاص. من طرف جیبم دست کردم، گفتم شاید بالی دکتراست دیگه الله هدایتشان کنه، دور پر کار کنه 500 روپیه میگیرن. گفتم حتما حال دین یک چیزی که خود برم شاید 1,000 روپیه خب بگوید که بده دیگه 800 روپیه خب شاید بگوید 500 خب حتما میگیره. با طرف جیب دست بردم، دکتر گفت که نه 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 استاد ابدا من شما را میشناسم، شما را احترام میکنم و چی میکنم، همین پیسه را نگرفت. خب گفتم دکتر صاحب نمیگیرین؟ نه گفت نه بگیرین. دکتر صاحب گفت نه خیر والا چقدر خوب، از 1,000 روپیه پی شدم خانه تاباد. از همینجا پایین شدم، دکتر دیگه چون آدم بسیار خوب بود با اخلاق بود، حتی از معاینه خانه خود پایین شد، مرا این تا این پایین چیز کرد. خب من دیگه از این معاینه خانه از این تا پایینی که کردم من خداحافظی میکنم، من برای یک 10 دفعه تشکری کردم. تشکر دکتر صاحب زنده باشین، دکتر صاحب الله شما را حفظ داشته باشه و تشکر تا آخرین لحظه از این تشکر کردم. افتم خب موتر دست دادم، در موتر شیشتم. یک وقتی همین وجدانم تور خورد، وجدانم برام گفت که ای انسان غافل، او خالقی که 32 دندان تو را داد یک روز شکرش نکردی، نگفتی که یا الله به خاطر دندان اینی صنایع اولیاء ام شکر، به خاطر صنایع سفلا ام شکر، به خاطر ادراسش، به خاطر طواحنش، به خاطر انیابش، به خاطر فلانی فلانی، یک روز شکر الله را نکردی و خوردی تا سن در 40-50 رسید. و این دکتر فقط به اندازه یک بیخک سوزن او را همون دندانی که الله خلق کرده در بین از یک کمک مواد من چقدر از این چیز کردی. فهمیدیم والله ما بسیار غافل هستیم. از این خاطر میگه قرآن میگه و قلیل من عبادی الشکور، بنده شکرگزار ما چقدر است؟ بسیار کم است. هیچ کس شکر نمیکنه. باز وقتی که در مصیبت افتاد باز میگه یا الله یا الله. در جوانی شکر بکن، توبه بکن، از اعضای بدنت تو زیاد ناز نکن که سعی من تو چاق است و تو اندام دارم. پروردگارا شکر که مرا اندام دادی، الحمدلله که من نماز خوانده میتونم، الحمدلله که عبادت میکنم. یعنی چی است؟ از این خاطر شکر نعمتهای الله چه وقت انجام داده میشه؟ وقتی که قدر نعمتهای الله را بفهمی و وقت شکر نعمتهای الله انجام داده میشه که هر نعمت الله را مطابق امر الله استعمال کنید. فهمیدین؟ یعنی قاعده رو یاد بگیرین. شکر نعمتهای الله را چه قسم باید میتونیم بکنیم؟ که اونمون نعمت مطابق امر الله استعمال کنی. وقتی که از چشمت مطابق امر الله استعمال میکنی، چشمت مطابق امر الله استعمال میکنی، تو شکر نعمت کردی. اگر از چشمت مخالف امر الله استفاده میکنی، کفران نعمت شده. شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند.
از دست چه وقت شکرش میکنی؟ مطابق امر الله استعمال شد. از گوشت، این کسایی که در دنیا از گوش خود منفی استفاده میکنن و تمام روز موسیقی است و ساز است و بازی ملاهای آخر الزمان و ملاهای دروغگو باز برشان میخیزن، یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، بازی علامات آخر الزمان بازی ها برشان میگه که زنام پروا نداره و مثلا قمار هم مشکل نداره و مثلا خمر هم مشکل نداره و ساز معازف چی معنی؟ موسیقی حلال میدانن. باز اینالی دیگه صاحب تمام روز گوشی در گوشش هست و موسیقی میشنوه. الله باسی میگه و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، کسی که باز مخالفت امر مرا بکنه برای زندگی سخت نصیب میکنه. در دنیا باز بسیار سخت است. کسایی که زیاد موسیقی میشنوه یک وقت برش تکلیف اعصاب پیدا میشه، دیوانه میشه، سر بخواد دمو جوانی دیوانه واره سیل کنی یگان تو درا روان از گوشی گوش است حتن انداخته میره. چرا تو خدا شورک میتی همونجا مستش کرده، اون علامت آغاز دیوانگی. پیر که شب یک وقت سعی کنین گوشایش کرد و در روز آخرت هم و نحشره یوم القیامت اعما، الله باز روز قیامت نابینا خلقش میکنه. قال رب لما حشرتنی اعما، میگه یا الله چرا مرا نابینا خلقت و خود کنتم بصیرا، من خود چشم داشتم. الله كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها و كذلك اليوم تنسى. تو الله را فراموش کردی، تو ما را فراموش کردی. الله میگه من برای چشم دادم گفتی که خودم پروفسور هستم، من برای دست دادم خودت گفتی نه سر من خودم. وقتی که الله میگه كذلك اتتك آیاتنا، دلایل برات آمده بود فنسیتها، چی کردی؟ کلشه فراموش کردی. که چشم من خودم اندام دارم، خودم هستم، دیگه از خودم هست، از خودم متوجه هستی نه؟ الله میگه امروز چی شدی؟ فراموش هستی برای ما، من برای چشم نمیتونم، برو نال زورت بزن. و در روز قیامت شما میفهمید روز قیامت بسیار خطرناک روز است. حالا فعلا اون روز دکتر صاحب بر ما گفت، دکتر صاحب فدا محمد سعیدی گفت که همین آفتاب که از گفت از چیز انسان که 370 93 میلیون مایل آفتاب فعلا 93 میلیون مایل از زمین چی است؟ فاصله داره. 93 میلیون میل، ما شما میل میگیم، به انگلیسی مایل میگن، اون یک ذره کلمه انگلیسی چیز قوی است از خاطر مایل میگن. این حال ما شما فارسی عادی میل میگیم، مثلا 1 میل 2 میل. 93 چی میلیون سعی کنید 93 میلیون میل از زمین چی داره؟ فاصله داره. اگر یک کمک درجه حرارت نمیاله 50 شوه کل ما و شما نفس ما میبراید. اگر 55 شوه خود دیگه زندگی کردن نمیتونیم، وضعیت ما خراب میشه. در روز قیامت اینمی آفتابه که 93 میلیون مایل دور است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اینمی آفتاب به اندازه 1 میل به فرق انسان نزدیک میشه. 1 میل صحیح شد نه؟ از 93 میلیون میگه چقدر؟ 1 میل. مغزا جوش میخوره. اما خالق متعال ذات رحمان رحیم است. کسایی که باز با الله هست، الله باز اونا رو چی میکنه؟ الله باز اونا رو از اینمی درجه حرارت چی میکنه؟ حفظ میکنه. یکی از درجه حرارت که حفظ میکنه چی هست؟ میگه و رجلان تحابا فی الله. دو مرد که چی داشته باشن؟ دو شخصی که یکی دیگه خدا به خاطر چی دوست داشته باشن؟ به خاطر الله، به خاطر پیسه‌داریش نه، به خاطر چهرهش نه، به خاطر جوانیش نه، به خاطر چوکیش نه، به خاطر چی؟ رضایت الله. بازیا زیر سایه چی می باشن؟ عرش الله. از این خاطر کسی را که دوست می داشته باشین به خاطر الله باید دوره چی کنی؟ باید دوره بگویی که من تو را احبک فی الله. برش بگویی که من تو را چی بگوین؟ احبک بگوین. ای شاگرد ماشاءالله خوب شاگرد هستین. احبک بگوین. احبک دوست دارم فی الله، یعنی تو رو به دوست دارم به خاطر چی؟ به خاطر الله. و جان مقابل برش بگوی احبک الذی احببتنی فی، به خاطر اون ذاتی که مرا دوست داری امو ذات تو را دوست داشته باشه. احبک الذی بگوین
احبک الذی احببتنی فی. این اگر عربی گفتن نتونی فارسی هم بگین سه نه انشالله. این یک طایفه باز از اینجا تنها دیگه سایه نیست، در این روز تنها سایه عرش الله هست، یوم لا ظل الا ظله. پس در اونجا این 7 طایفه مردم می باشه. یک طایفهش است که مثلا من مثالش براتون گفتم که دو شخصی که یکی دیگه خود به خاطر چی دوست می داشته باشه؟ به خاطر ذات. این میل بخیزین کلتون رو تو بغل کشی کنین بگین شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب بسم الله الرحمن الرحیم. پس یکی از دلایل به وجود خالق متعال وجود هر مخلوق است. یعنی هر مخلوقی را که در هر جای شما میبینین این دلیل است به وجود خالق متعال. دومی چیز ساختمان فیزیکی مخلوقات است. شما هر مخلوقی که سیل میکنین یک الله را به شکل خلق کرده که امروز مثلا من یک مقاله را یک وقت خواندم گفتن که مثلا گفتن انجینیری چیز گفته بودن که انجینیری پرندگان در پرندگان گفته بود که انجینیری. یک دانشمند نشه کرده بود گفت که ما مثلا وقتی که 10 تا جت 15 تا جت 20 تا جت یا 40 تا جت گفت که در پرواز میتن ساینسدانا بسیاری وقتا گفت یک جت با جت دیگه هم تو در میوه تکر میکنه و بسیاری تصویرایشان هست که همین جت ببینید تکت شده میدان شده. یعنی ما بسیاری وقتا گفت نمیتونیم اضافه از 50 تا جت یا 60 تا جت یک مرتبه ای از یک میدان هوایی تا میدان هوایی دیگه چی بتیم. گفت شما وقتی که سیستم انجینیری که خالق متعال در مخلوقات خود گذاشته که پرنده های هستند که 10,000 پرنده از یک قاره حرکت میکنه 20,000 پرنده از یک قاره حرکت میکنه و قاره دیگه میره و این تصاویرشان را گفته بود که هم سعی کنیم تو منظم میره حتی به اندازه سر سوزن که با دیگه تکر نمیکنه. و حتی گفتن که ما وقتی که طیاره ساخته میشه همین ساختمان فیزیکی پرنده ها که هست این برای پرواز بسیار مناسب است. از خاطر شما بسیاری وقتا دیده باشید که طیاره را به شکل چی جور میکنن؟ به شکل بمبیرک جور میکنن. همین هلیکوپتر از بمبیرک گرفتن. متوجه هستین؟ طیارهای جت بسیاریشان سیل کنین بعضی طیاره را همون ساختمانشان مثل باشه رو ساختن. مثل بعضی از پرنده ها ساختن که اونمو ساختمانی که از او را بر پرواز و به ایگپا بسیار. لکن با وجود از این گفت والله همون یک دانشمند بسیار ساینسدان قوی بود. گفت وقتی من مطابق رشته خود در خلقت مخلوقات نظر کردم از نگاه انجینیری ساختمانی امی پرنده ها گفت میگم من تعجب کردم به او خالقی که چند هزار پرنده حرکت میکنه از یک قاره تا به قاره دیگه و هیچ بینشان اما تو یک سرک هوایی خالق بر از یا جور کرده و تو منظم هستن که میرن. ساختمان فیزیکی هر مخلوقی که شما سایل کنید.
اون روز یک عالم دیگه گفت که من در قرآن خواندم، گفت در ساینس خواندم که چی هست، در قرآن میگه که درباره نحل بطونها، نگفت بطنها، نمیگه که از چیزه بطن. گفت ساینسدانا گفت وقتی که ما مطالعه کردیم که چیز چند تا شکم داره، چند تا بطن داره، زنبوره مثلا، یعنی دقیق گفت وقتی که خالق متعال گفت چی میگن. پس ساختمان فیزیکی هر مخلوقه که شما چیز کنین، تحقیق بکنین، از انسان ببینین، از حیوان ببینین، از پرنده ها را ببینین، از نباتات ببینین، از حشرات ببینین، هر کدام از این دلیل است به وجود خالق حکیم عالم الغیب و الشهاده، هر کدام از این. ولی الله بر انسان عقل نصیب بکنه که تفکر و تدبر بکنه. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، و باز به عقیده برسه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تقسیم بندی وظایف شما سعی کنین که تقسیم در وجود انسان که از هر وظیفه، هر عضو انسان یک وظیفه خاص، یک کار دقیق خاصی را داره که انسان بسیاری وقتا متوجهش نمی باشه، ولی اگر دقیق انسان متوجه شه و میفهمه که چی است. این تقسیم بندی وظایف کلش دلیل است به وجود خالق متعال. تولید مواد ضروری در داخل بدن انسان دلیل است به حکمت خالق یکتا. شما اگر وجودتان گوشت تولید نمیکرد، اگر مثلا وجود انسان خون مثلا شما سرکن امروز تمام دنیا میزنه 1 لیتر خون ساختن نمیتونن، مجبور هستن از این انسان بگیره به این انسان دیگه، از این بگیره به این. اما شما یک تفلک خورده سعی کنید که روز اول نو تولد شده، اگر یک جای چیز شه و ببینید در داخل وجودش یک فابریکه خونسازی است، شیر میخوره و شیر از این به چی تبدیل میشه؟ به خون تبدیل میشه. و در وجود هر انسان اگر شما برین یعنی حکمت قدرت الله را سعی کنین، رحمت الله را ببینین که اگر خون به پیسه می بود و از بازار مثل موتر واره که موتر تیل برش میخرینه، ولی بسیاری کسا موتر داره تیلش نداره، میگه موترش خریدم حالا تیلش چطور کنم؟ موتر خود قرار استاد کرده دیگان میمانی میکشه، دیگه روزا سعی کنیم تا شهر دیگه پای پیاده روانه است. تو خود موتر داری، میگه والا استاد گمش دانم تور نتی که موتر دارم، خال تیلش از کجا کنم؟ تیلش پورا کردن نمیتونم. اما اگر خون موتو کار چی را میکنه؟ کار تیل میکنه. اگر می خون با پیسه می بود، یک روز مریض میشی دکتر برات میگه برو 500 سی سی خون برات چیز کن، میره دی شفاخانه ندارم، بالاخره یک کس پیدا میشه یک 500 سی سی برات خون میته در مقابل یک پیسه بسیار زیاد. چقدر از پیشش تشکری میکنی، چقدر از پیشش خوشی میکنی، خانه تا آباد، ما کار ما بند مانده بود. اما یک روز نگفتی که در وجود ما 5 لیتر 6 لیتر خون است، تصفیه میشه و پمپ میشه و وظایف خود انجام میده و من هیچ پروا ندارم، کچالو میخورم، پیاوه میخورم، دال میخورم، لکن این فابریکه ما اما تو کار میکنه. پس وظایفی که موادی که در داخل وجود انسان تولید میشه تمام از اینا دلیل هستن به وجود خالق یکتا. ترتیب و تنظیم تمامی جهان هستی که من پیشتر شما گفتم که شما سعی کنین ترتیب و نظمی که در عالم هستی است که حتی سبب مسلمان شدن و ساینسدان شد. قوت بخشیدن به اشیای عاجز. بعضی اوقات انسان الله بر انسان نشان میده که تو چقدر خود قوی فکر میکنی، لکن بعضی اوقات یک مخلوق بسیار عاجز از ما تو که بسیار قوی هست. یک جوان کتمد یک جای روان بود، از زمستان بود، برف زیاد بود، بالا پوشا را پوشیدیم، جاکت ها را پوشیدیم، دستکش هاست و همه چیز هم روان هستیم در بین برف. این جوان دیگه خوب دیگه بسیار مغرور است. من خواستم که کمک متوجه بسازم که وطندار و قدر چیزم قوی نیستی دیگه. تیر میشدم یک جای سعی کردیم که یک مرغوی همی ددن داو دیگه که درجه حرارت تحت صفر است، قراری مرغوی او بازی میکنه. من برش پرسان کردم، گفتم ببخشید یک سوال از پیشت کنم؟ گفت سوال کنیم. من گفتم تو قوی هستی یا مرغوی؟ یه خوب دیگه تکواندو کانفو و یگاپا دیگه خوب دیگه دی چیز نفتم تو قوی هستی یا مرغوی؟ این کمی سعی کرد کالاک بگه من قوی هستم. خب من برش میگم خیلی بگه نه این مرغوی واره یک دمیه خدا یک دفعه پرتو که میبینم تکواندویت. والا که سعی کرد سن خود سعی کرد گفت نه والا استاد مرغوی از مکه چی است؟
قوی هست. یعنی برگ درخت سعی کن از ساعت 8 بجه تا 5 بجه در زیر آفتاب قرار شورک میخوره که بری هم تو تر و تازه است. برو نه یک روز نمی زیر می آفتاب یک 2 ساعت در سر درخت بشی. اگر 15 لیتر کربن تولید نکردی، عرقا را سیل کنی و چیزا را سیل کنی، یک روز تیر کرد که اگه چی گپ سر درد است و مصاحب کمرم درد میکنه، پایم درد میکنه، چطوره؟ این برگ هیچ وقت شکایت نمیکنه. یک برگ عاجز از صبح تا به شام در کجا هست؟ در زیر اینمی آفتاب است. پس کلش دلیل است به این که تو باید بفهمی که خالق قوی هست از ما و تو کرده که برای یک مخلوق بسیار عاجز توانایی میته که از ما و تو کرده بسیار چی هست؟ از ما و تو کرده هست. ولی خالق متعال امور بر ما و تو را باز کرامت داد، گفت تو ولقد کرمنا بنی آدم و تو را خلیفه در روی زمین ساخت تا اوامر الله را تطبیق بکنیم. خب رساندن غذا به مخلوقات بسیار ناتوان، بسیار ناتوان. بعضی اوقات از انسان وقتی که سیل میکنه که یک مخلوق ناتوانی را میبینی که ایران میمونی که سبحان الله ای از کجا میکنه، ای همین رزق خوده. یعنی اگه از نگاه عقلی انسان باشه باید این پرنده ها در زمستان باید کلش بمره دیگه، روی زمین یخ هم است، برف هم است، درخت هم کلش ختم است. نه پرنده ها چی میخورن؟ از نگاه عقلی که آدم سر می از این خاطر یک دانشمند چی میگن؟ میگه من خواستم همی رزاق بودن الله را که چه قسم الله رزاق است از نگاه ساینسی ثابت بکنم ببینیم که چطور است. میگه من در مخلوقات الله یک تحقیق ساینسی کردم، چه قسم پرنده ها، چه قسم حیوانات، غذاهای خدا چه قسمه. میگه یک چیز جالبه که من هیچ سر از اون میگه هفته تحقیق کردم که عقل و علم و ساینس و تکنولوژی هیچ چیز برای من جواب گفتن نتوانست. میگه یک پرنده بود که در روی بحر چی میکرد؟ پرواز میکرد. میگه پرنده چند خصوصیت داشت که من نتوانستم که درک بکنم. میگه پرنده در سر بحر پرواز میکنه، مشکلش این است که این پرنده که در سر بحر پرواز میکنه دیگه جایی نیست، فقط در سر بحر است و این پرنده در آب شنا کردن هم میتونه و اوتو دیگه چه پنجال منجال هم نداره که یگان مایی رزم چیز چور کنه و بخوره. بیچاره پرنده بسیار عادی هست، یک نولک داره، در سر نولش یک دانه شاخک بالا داره، یک شاخک هم پایین داره و در سر بحر زندگی میکنه. میگه من پیش خود ایران بودم که خب این پرنده چی میخوره؟ این پرنده چی میخوره؟ میگه هر قدر که میگه عقل ما و ساینس و علم و این گپا را که این پرنده چی گفت نتونستم. بالاخره گفت مجبور شدم که و این در سر بینی از یک دانه شاخ دراز اینجا و یک دانه شاخ دراز پایین در اینجا. میگه من گفتم من شاخک از یک آدم قطع کنه چی به درد میخوره یک دانه شاخ بالا در سر نوله. میگه خب بازم میگه گفتم بیا یک تحقیق میکنم. میگه کمراها را نصب کردیم در سر بحر که کمراها همی پرنده را چی کنه لحظه به لحظه چی کنه تعقیب کنه. میگه اگه وقتی پرنده را تعقیب بکرد و کرد دیگه سهل میکنم که قدرت الله این پرنده چی میکنه، غذای خود از کجا پیدا میکنه. میگه حالا تصویرها رو سهل میکنم که پرنده میره یک جایی است که نهنگ عادت داره وقتی که یک چیز را شکار میکنه میخوره، این نهنگ از این بحر دان خودتو باز میکنه، این قسم تنفس میکنه. این پرنده در نمی لحظه که همین نهنگ دان خود باز میکنه، این پرنده میره در این دان نهنگ میشینه، از قات دندانای از این گوشتایی که مانده میره خورده میره. خب این نهنگ چطوری دان خود بسته نمیکنه که ایره بخوره ایرا ماموتی یک لقمه کنه. میگه تا وقتی که در دان نهنگ شیشته می دو تا شاخکایی که است این مانع میشه، مثل چیز واره این نهنگ دیگه میمت دان خود گرفته که قاد کنه این شاخکا مثل سوزن رو دمیدان از این چخ میشه. میگی نمیتونه دان خود قاد کنه. فهمیدیم که سبحان الله، سبحان الخالق العظیم الحکیم، خالق با حکمتی که به خاطر رزق ازی دو تا دسر بینیش دو تا چیگک جور کردن، دو تا شاخک جور کرده و رزق ازی رو در کجا تعیین کرده؟ در بین دهان خطرناکترین مخلوق که نهنگ است. میشه میگم سبحان الله، الله ذات رزاق است.
یک روز یک شاگرد خیس من گفت استاد شما یک آیت برشون میخوانم، گفتم فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق ما و شما در آسمان نوشته شده. وقتی که رزق در آسمان نوشته شده باشه، نه که خوب یک گلاس شیر بخوری باز مثلا فله بخوری، در بین فله اصلا پرتی و او رو پیش حاجی صاحب است در پشت پرده، در بین کلگی می از تو تقاضا میکنه میگه استاد تو بیا که من برات تو یک چیزی که لوکس برات بتم. در حقیقت رزق مرا الله امشب فله نوشته کرده، در دل حاجی صاحب مهربانی میفته و مرا میگه که استاد بیاین که میری حاجی صاحب از مو عسل بسیار لوکس که این رفتم چه از کدام قسمت پاکستان برش آمده او رو با در بین فله میپرده، در بین شیر میپرده و برای تو میته. الله رزاق است. محبت بین قلب‌های مؤمنا پیدا میکنه. یک نفر با یک محبت خاص برای چی میکنه؟ یک چیز رو میاره. هیچ فکرت نیست که از اون میوه قیمتی است ما کی خریده میتونیم، از اون کلولای کتا کتم و گلاسای چی میگن. ببین یکی از دوستام متقاب کلان میاره پیشریت میمونه استاد بفرمایین بخورین. و فی السماء رزقکم و ما توعدون. یک محصل خیز گفت استاد من چی هستم، من همین گپ قناعت من حاصل نمیکنه که من گفتم نه برادر، رزق معلوم است. اگر نوشته بود که یک خروار در طول عمرت گوشت گوسفند بخور یک خروار میخوری، اگر دو خروار بخور دو خروار میخوری، نیم خروار بود نیم خروار، هر چیز معلوم است. چقدر برنج بخوری، چقدر گندم بخوری، چقدر آرد بخوری، چقدر کچالو بخوری، چقدر بخوری، کلش هست. نمیتونی که از رزق آنچه که الله برات نوشته کرده سرپیچی بکنی. گفت نه استاد این از نگاه عقلی چه قسم برای ما دلایل بگو که من قناعت حاصل شوه. خب یک نفر پیسه دار است، هر روز گوشت میخوره، هر روز 3 کیلو 4 کیلو گوشت خورده میره، گوشت است و گوشت است. کارتنکی برش چی ملایی دم زیره که خیمه خودم تو یک کارتن پت میکنه، هر روز صاحب خفتن هم ملایی میخوره و شب هم 3-4 قوطی رو میخوره. پس اما یک کسی دیگه فقیر از غریب از بیچاره کچالو خالی میخوره. ما گفتم بچیم او کسی که پیسه دار است که گوشت زیاد میخوره تو دمی زندگی برو کشان سیل کو. اکثرا پیسه دارا بعد از سن 40 سالگی دکترها برش میگه که پیسه داری که گوشت بخوری خود نخوری که کلسترولت بلند است، تریگلیسیرید داری میکشیته. این حال بسیاری وقتا سعی کنیم پیسه دار قرار پیشریش گوشتا ماندگی از ترس خوردن نمیتونه. چرا خوردن نمیتونه؟ رزق گوشت خدا خلاص کرد. حال رزق گوشت خدا خلاص کرد، دکتر برش میگه که ختم پیسه دارم، میگه پیسه داری نخوری. قرار لق لق سایل میکنه چه استاد من خود گوشت خوردن نمیتونم. خب اما غریب است که 80 سالگی اما تو ران گوسفند زده میره، کم کم خورده چی خورده رزقش بانده، قرار بیغم از خورده میره. بش میره آجی صاحب چی میکنی؟ کاکا چی میکنی؟ بیچاره از غریبی اجام رفتن نتانسته. هیچ ما صاحب دنبه خورده نمیتونم، بر تو دنباره بره من سیز نه. پس وقتی که رزقت ختم شد دکتر برات میگه که دیگه گوشت نخوری، برنجت ختم شد میگه دیگه برنج نخوری، پیشت غوری پلاو ماندگیس خوردن نمیتونی. اما فقیر خورده میره. اینمی قسم آهسته تا یک زمان سر خودم چه قسم تطبیق شده. یک وقت در منطقه ما، در اون منطقه که ما میرفتیم به حساب منطقه پدری ما میرفتیم اونجا، در اون منطقه مردم غریب بودن، کلگی همی جواری میخوردن. عادتا به حساب غریبی جواری میخورد، ارزان بود. ما چون در کابل زندگی میکردیم وقتی کنجا میرفتیم زمستان در رخصتی و ترا ما خود آرد میگرفتیم، ما آرد میخوریم، دیگرها را سل میکنیم در خانه هر کس که جواری است. ما جواری رو تو شوقکی میخوردیم به حساب چی میگن؟ اوسانه. اما اونا مردم بیچاره به حساب اوسانه نمیخوردن، به خاطر از که آرد قیمت از جواری ارزان است جواری میخوردن. ولی ما دایمی قوم یک نسب دارم همینجا زندگی کردیم. خب نخوردیم جواری یگان وقت دیگه وقت شد دکتر رفتم، دکتر برای گفت استاد اگه میخوای که از این تکلیفت خلاص شوی یک چند سیر جواری بخر. ما گفتم اون رزق ده که برای من الله نوشته کرده بود که من باید چند بورژی جواری بخورم، او رو در اول نخوردم. آره در آخر عمر من مجبور هستم چون از این منطقه هستم، بچهای کاکا و بچهای ما دیگه جواری خوردن. میگه تو مفتت زدی؟ آره صاحب دکتر به زور سر چی میخره. این از لوگر چی خواستیم؟ جواری خواسته و در خانه پخته کردن و باز وششتیم
جاری را خوردیم. از این خاطر از رفته قلم هیچ دیگرگون نشود و از خوردن غم به جز جگر خون نشود. گر در همه عمر خیش خونابه خوری، یک ذره از آن چه هست افزون نشود. الله ذات رزاق است. وقتی که این مخلوقات سیل کنین، در هر کدام شما، یعنی بر انسان به هزارها دلیل است که آنچه که الله برات مقدر کرده او رو نمیتونی تغییر بدی. یک وقت ما دیگه کی رفتم در خانه ما شوله پخته، گفتم شب چی پخته؟ گفتم شوله. ما گفتم شب من شوله نمیخورم. نمیخوری؟ من گفتم نه نمیخورم. خلاص گفت که نمیخوری برو بیرون هر چی که میخوریم. یک استاد بود همسایه ما، هر وقت مرا میگفت که استاد همین شما هیچ وقت خانه ما نمیاین، روابطتان کم است، چطور است؟ چرا است؟ یک وقت بیاین بشین میمانی. ما گفتم بیایم امشب خدا خانه ما شوله است، همین شوله را بیا میریم خانه از میخوام، مردکه پیسه دار است، خوب است، خوشحالم میشه. در خانه از میریم چی میکنم؟ شوله نمیخورم، یک چیز دیگه میخورم. در این دروازه از رو که تق تق کردم که استاد که این بر السلام علیکم استاد مانده را ماشین خوب هستن. در این جندیان بغل کشی از این دالیز بوی آمد که دیدم بوی شوله است. بیا این استاد گفتم نه قربان فقط یک پرسانگم خوب است، انسانتان خوب است، یک نمی داخل. گفتم نه جزاک الله خیرا. در موترش اجتماعی رفتم خیرخانه دیگه یکی از دوستای ما بود که وا خوب دیگه زندگیشان جور است و خوب مالدار هستن و خوب خانه دارن و تجارت دارن فلانی دارن. رفتم در خانه ازم، رفتم بیا گمش که خانه ازم میره واسه شوله خم شو نمیخورم. خب رفتم صاحب مردکه چی است شام که شد نماز خواندیم، گفت استاد همین نان اول بیارم یا چای گپار؟ گفتم نه نان بیار که من گشنه هستم. دسترخوان که اوار کرد که تجار میلیونر صاحب شوله. پس آن گفتم یا الله چیزی که تو مقدر کردیم ولی اگر تقدیر داده بتاره که اگر در لندن هم برم این همی شوله سرم چی میشه؟ خوردم. شش تا من شوله یک خوردم پرده مکدم. این حال گفت سر چی است که چیزی که الله برات مقدر کرده باشه، مقرر کرده باشه، او رو تغییر داده نمیتونه. از این خاطر میگه و فی السماء رزقکم و ما توعدون. رزقتان در آسمان ها چی شده؟ تو فقط همینقدر کو که همین رزقت حلال بساز، از چال، از فریب، از حرام خوری، از مکر، از این گپا خدا نجات